سلام علیکم. سلام علیکم. چی شما؟ سلام علیکم. اولا از کار خوب خونه تیز. تشکر. چه خدمت کنم؟ شما سازین دیگه برادر. شما میگم برادر این مال و حال ای شما. خوش. همین برادر ما یک سخن پرسیدنی ای. همین از سوال داریم تاکا. ببخشید همین ما که یک رازبور کردیم همیشه گفتیم چی پرسیم همین گوسفندا در یک سال چقدر پشم میتیا؟ بله. سپیدش هم میگی یا سیاهش هم میگی؟ سیاهش. سیاهش در یک سال 10 کیلو پشم میتا. انا دیدی آخی 10 کیلو. همون گفتم. سفیدش چی؟ سفیدش هم 10 کیلو پشم میتا. سفید 10 کیلو نه. هدیهش هم برابر بده. برابر. انا که با این خیل که باشه در یک ماه چند قدر خوراک میخوره؟ در یک ماه چند قدر خوراک میخوره؟ چند خوراک میخوره؟ سیاهش هم میگی یا سپیدش؟ سیاهش. البته سیاهش در یک ماه 1.5 تن کنجره میخوره. سفیدش چی؟ سفیدش هم 1.5 تن کنجره میخوره. برادر خودت خداولی برابر چی خیلی هر دوش برابر گپ میزنی؟ در یک ماه چند آب میخورن؟ آب؟ سپیدش هم میگی یا سیاهش؟ سیاهش. در یک ماه 2.5 تن آب مینوشه. سفیدش چی؟ سفیدش هم در یک ماه 2.5 تن آب مینوشه. بسازی از چی پرسه بیا من نفهمیدم یا چی رو همین سفیدش سیاهش گفته همین فرقش هر دوش او برابر میخوردیان او برابر پس میدادیان او خیلی چی فرق داره؟ برادر تو تنتکل نکو او سیاهش خود می ای خطا بایی سفیدش کیا؟ سفیدش هم خود می